پسر خورشید و فقر. سال 1913 در دهکده کوچک در الجزایر پسری به دنیا آمد که قرار بود بعدها یکی از روشن‌ترین صداهای قرن شود، آلبر کامو. پدرش یک کارگر ساده فرانسوی بود که در همان سالهای اول جنگ جهانی اول کشته شد. مادرش، زنی کم سواد و سخت کوش، در سکوت و فقر او را بزرگ کرد. خانه‌شان پر از نور آفتاب الجزایر بود، ولی سفره‌شان تقریباً همیشه خالی. با اینکه فقیر بود، آلبر ذهنی بیدار داشت. معلمش استعداد او را دید و کمکش کرد تا بورسیه بگیرد و به دبیرستان برود. همین معلم بعدها الهام بخش شخصیت معلم مهربان در کتاب طاعون شد. دانشجو، عاشق فوتبال و آفتاب، کامو در الجزایر فلسفه خواند، ولی بیشتر از آن که در کتابها غرق شود، عاشق زندگی بود. او فوتبال بازی می‌کرد، شنا می‌کرد و زیر نور خورشید مدیترانه قدم می‌زد. بعدها گفت: هر آنچه درباره اخلاق می‌دانم از فوتبال یاد گرفتم. در همین دوران به بیماری سل مبتلا شد، بیماری که تا آخر عمر با او ماند و مانع شد زندگی راحتی داشته باشد. اما شاید همین بیماری بود که او را به فکر درباره مرگ، پوچی و معنای زندگی انداخت. نویسنده پوچی و شور زندگی. او نوشتن را با مقاله‌ها و نمایش نامه‌ها آغاز کرد، اما نقطه عطفش رمان بیگانه و ترینجر بود. داستان مردی سرد و بی تفاوت به نام مورسو که وقتی مادرش میمیرد حتی گریه هم نمی کند. برای کامو این داستان درباره پوچی نبود، درباره صداقت انسان در برابر جهانی بود که معنایی ندارد. او در همان سالها کتاب افسانه سیزیف را نوشت و گفت: تنها یک مسئله فلسفی واقعا جدی وجود دارد، خودکشی. اما نه برای اینکه بخواد بگه زندگی بی ارزش است، بلکه برای اینکه نشان دهد انسان باید با آگاهی از پوچی باز هم زندگی کند و سنگش را بالا ببره، مثل سیزیف. جنگ، مقاومت و عشق به انسان. در زمان جنگ جهانی دوم، کامو در فرانسه زندگی می‌کرد و با روزنامه زیرزمینی کومبا همکاری می‌کرد. او در برابر فاشیسم ایستاد، اما از خشونت متنفر بود. همیشه در نوشته‌هایش صدای انسان خسته ولی شریف شنیده می‌شد. کتاب طاعون را نوشت، داستان شهری گرفتار بیماری که استعاره‌ای از فاشیسم و رنج بشر بود. اما در دل تاریکی، او هنوز به انسانیت ایمان داشت. نوبل و مرگ ناگهانی. در سال 1957 آلبر کامو تنها در 44 سالگی جایزه نوبل ادبیات گرفت. خودش گفت احساس می‌کند برای گرفتن آن خیلی جوان است. او می‌خواست جهان را از نگاه کودکی پر از نور ببیند، نه فیلسوفی سرد. اما 3 سال بعد سرنوشت بیرحمانه ترین بازیش را کرد. در 46 سالگی در یک تصادف اتومبیل کشته شد. در جیبش بلیت قطاری پیدا شد که قرار بود سوارش شود، ولی تصمیم گرفته بود با ماشین دوستش برود. شاید اگر آن تصمیم کوچک را نمی گرفت، امروز داستان دیگری داشتیم. میراث کامو. کامو تا آخرین لحظه در جستجوی معنای زندگی بود، نه در مذهب، نه در فلسفه‌های پیچیده، بلکه در راستی، دوستی، نور خورشید و لبخند انسانها. او می گفت: در دل زمستان فهمیدم در وجودم تابستانی شکست ناپذیر هست.